بقای حکومت نباید مردم کشته بشن. هیچ حکومتی از حکومت‌های دنیای خطاب بنده عامه به همه مسلمانان و غیر مسلمانان. حکومت دنیاست و دنیا ارزش نداره که انسان رو بکشه تا بتونه حکومت بکنه. ایران از بهترین ملت ها هست، یکی از بهترین ملت های این ملتی که همین در 44 سال همکاری داشتن، رای دادن به جمهوری اسلامی. این مسئله طرف روزه، حالا مسئله تاریخ بود. به مسئله روز دو تا جمله بگم زیاد نه، که این ملت به جمهوری اسلامی این ملت را داد 98% یا بیشتر 99% رای دادن، رای آره به جمهوری اسلامی و تمام انتخابات حضور پیدا کرد. 8 سال جنگ تحمیلی را ملت اداره کرد و من گاهی یاد میکنم و دلم میسوزه که این شیر زنان بوده که فرزندانشون تشویق میکردن برید از تمامیت ارضی کشور دفاع کنه، برید در جبهه غرب دفاع کنه. و همین زنان، همین بانوان ایران، شیر زنان، شیر مردان که کمک مالی میکردن، جوانانشون پرستادن که شجاعانه از سرزمین تمامیت ارضی و استقلال میهنی دفاع کردن، از انقلاب دفاع کردن، از نظام دفاع کردن و بالاخره اینها برگردن همه مای ملت حق داره. حاکم هرچه داره، دولت هرچه داره، نظام هرچه داره، زمین مردم داره که به حرف مردم توجه بشه، حرفشون گوش بشه. ما حرف اینها را گوش کنیم، بشینید به اینها، تواضع کنید در مقابل این ملت. حاکم نباید تکبر بکنه در مقابل مردم. حاکم باید بشینه به مردم، سر یک فرش بشینه، کنار هم بشینه و حرف مردم گوش بشه، توجه به مردم بشه، احترام به مردم، حرمت به مردم. اما با مردممون مقابله نکنه. بله همه چیز به دشمن نسبت میدن، صحیح نیست. مشکلات اقتصادی یک ماه، 2 ماه و نه اینکه مشکلات ادامه دار و علاج هیچ پیش رو معلوم نمیشه. الله انسان بگه 2 ماه دیگر اوضاع خوب میشه، 1 ماه دیگر اقتصادی. با این مشکلاتی که ملت دارن، توصیه بنده به مسئولانه که به مردم سختی نکنید توی مسائل دیگر. بالاخره با مردم باید کنار بیایید، با مردم حرفشون. اگه مردم بخواهن که یک مسئول نباشه، حق مال مردمه و مسئول استعفا، جایی دیگه استعفا میده، نخست وزیر استعفا میده، رئیس جمهور استعفا میده. و اگر مردم بخواهند که مستندر نباشه، مستندر استعفا میده. کل حکومتش 4 سال بود و حکومت نکرد. این تمام جنایت را یزید برای بقای حکومتش کرد. لہذا یزید آل گفتمان حمله، آل انتقاد حمله و قابل اصلاح حمله بود و متاسفانه مصیبتی بود که جهان اسلام موجود کرد. این نشان ناتوانی یزیده، نشان اینه که مدیر ناتوان بوده، نشان اینه که قیام امام حسین بر حق بوده و اهل سنت بر این مسئله اتفاق نظر دارد.